شما شاهد دعوای ناموسی 1,000,000 فلوید مایویتر در مقابل 1,000,000 مایک تایسون هستید. بریم ببینیم کدوم یکی برنده میشه. توی کامنت ها بگین هوادار کدوم یکی هستی. خب دعوا شروع شد، بریم ببینیم کدوم یکی برنده میشه. پیش بینیتون کدومه؟ بچه اگه بازی رو میخواین یه کامنت زیر پستم بذارین تا بازی واسهتون ارسال بشه، ولی واسه این که بازی واسهتون بیاد حتما باید پیج منو فالو داشته باشید. خب دوتا کاکاسیا دارن دعوا میکنن. دعوای شیر قهوه با شیر کاکائو. این کدوم یکی میزنه؟ هر دوتاشون از اسطوره های بوکس و دعوا و زندان نمیدونم فلوید رفته باشه ولی تایسون رفته. اوه چی شد؟ حاجی فلوید جوان جلوتر فکر کنم، خیلی بد شد. البته هنوز معلوم نیست. تپه‌ای از فلوید و تایسون میبینید. این کدوم یکی برنده میشه تهش؟ فلوید با 940,000 تلفات برنده شد. لایک و فالو یادت نره.